سلام بینندگان عزیز، صبح بخیر. برنامه نویدی بامدادی رو میبینید و امروز دوشنبه 28 اکتبر است و من عبدالله اشرف هستم در خدمت شما. ساعت به وقت شهر پراگ 7 صبح است و در چند دقیقه دیگر شما را با تازه ترین اخبار تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. نخست برایتان از وضع باد و هوا در شهرهای دوشنبه و پراگ میگوییم. هوا در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک و قرارگاه مرکزی رادیو آزادی ابری است و حرارت دوام روز به 11 درجه می رسد. در شهر دوشنبه هوا خیلی گرم و پیش بینی می شود حرارت تا 21 درجه برسد. برنامه را با خبرها از تاجیکستان آغاز میکنیم. گروه اولین زندانیان تاجیک در پی تصویب قانون عفو به آزادی برآمدند. پارلمان تاجیکستان روز 25 اکتبر این قانون را تصویب نمود و رئیس جمهور همان روز آن را امضا گذاشت. روز یکشنبه 27 اکتبر 1064 نفر از زندانهای یاوان، محبس زنانه شهر نارک، مؤسسه نگهداری نابالغان و محبس مخصوص واقع در محله 33 پایتخت آزاد شدند. از این شمار 165 تن آنها را زنان، 60 نفر دیگر را نابالغان و 793 تن را زندانیان محبس یاوان و 40 نفر دیگر را زندانیان محبس مخصوص واقع در محله 33 پایتخت تشکیل می‌دهند. تلویزیون دولتی تاجیکستان نوار آزاد شدن گروه از زندانیان را نمایش داد. قانون عفو حدود 20,000 نفر را در مجموع فرا خواهد گرفت، ولی جنایت‌های دارای خصوصیت‌های تروریستی، ضد امنیت دولت، زندانیان یک عمری، آنهایی که برای تحقیر نماینده دولت و استفاده زورآوری نسبت آنها محکوم شدند عفو نخواهند شد. در جریان روز گزارش درباره آزاد شدن تعداد دیگری از زندانیان را منتظریم و اگر به دست ما رسید در برنامه اخبار آن را تقدیم شما خواهیم کرد. ابوبکر بغدادی، رهبر گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش که تقریباً 2000 شهروند تاجیکستان در عراق و سوریه به صف آن پیوسته بوده، کشته شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 27 اکتبر در مراجعه تلویزیونی گفت بغدادی در نتیجه عملیات نیروهای آمریکایی در شمال و غرب سوریه خود را ترک کرد. شب گذشته ایالات متحده رهبر تروریستی رقم 1 جهان را به دست عدالت سپرد. ابوبکر بغدادی مرده است. او بنیادگذار و رهبر داعش، بی‌رحم‌ترین و خشن‌ترین سازمان تروریستی در جهان بود، خبر داد ترامپ روز یکشنبه. و افزود در این عملیات خطرناک هیچ یک از نیروهای آمریکایی هلاک نشدند. بغدادی 3 پسر جوانش را با خود گرفته بود و وارد تونل شد. در حالی که سگ‌های ما به دنبالش بودند به آخر تونل رسید و خود و 3 بچه‌اش را کشت. آزمایش‌هایی که انجام شد فوراً هویت بغدادی را مشخص کردند. خود او بود. از بنایی که بغدادی قرار داشت اطلاعات بسیار حساس را گرفتیم درباره داعش و طرح‌های آینده آن، افزود او. دونالد ترامپ میگوید شمار زیادی از همراهان رهبر داعش در جریان عملیات کشته شدند. گروه دولت اسلامی در تابستان سال 2014 توانست بخش‌های کلان از سوریه و شمال عراق را به تصرف خود درآورد. این گروه در 5 سال اخیر هزاران تن را در عراق، سوریه و بعضی از کشورهای دیگر به قتل رساند و همچنین هزاران تن را به اسارت گرفت و آثار فرهنگی را ویران نمود. از زمان تأسیس داعش در سوریه و عراق در سال 2014 تقریباً 2000 شهروند تاجیکستان به صف گروه مذکور و دیگر سازمان‌های تندرو پیوستند. بینندگان عزیز، اگر شما خبر، عکس و یا نوار نادری دارید که می‌خواهید آن دیگران هم آن را ببینند، پس آن را توسط پیام رسان‌های وایبر، واتساپ و یا ایما با ما بفرستید. رقم تلفن ما +420 724 05 66 81 است. یادآور می‌شیم که این تلفن تنها برای گرفتن پیام‌ها است. اگر شما خبری فرستادید ما جزئیات آن را از شما پرسان خواهیم شد. اعضای سنات پالاتای بالای پارلمان ایالات متحده آمریکا به مقامات تاجیکستان گفتند که فوراً از مقامات تاجیکستان دعوت کردند که فوراً اکریدیتاسیون خبرنگاران رادیو آزادی را در تاجیکستان بدهند، چون مسئله دادن اجازتنامه کار به کارمندان بخش تاجیکی رادیو آزادی در دوشنبه بر اساس قانون‌های داخلی و کنوانسیون‌های بین‌المللی باید بررسی و حل شوند. سناتوران جیمز ریچ، روبرت منندز، مارکو روبیو و روبرت کیزی در مکتوب روز 25 اکتبر به عنوان امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با اشاره به آنکه مقامات تاجیک از دادن حق کار به کارمندان رادیو آزادی خودداری کردند اظهار نگرانی نمودند و گفتند که این میتواند
عکس العمل در تقویت مناسبت‌ها میان ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان را با وجود آورد. سناتورها اظهار داشتند که بسیار مهم است که تاجیکستان بر رادیوی آزادی و دیگر رسانه‌ها اجازه دهد که آزادانه فعالیت کنند. مراجعت اعضای سنات ایالات متحده آمریکا در حال صدا می‌دهد که طلب اجازه کار به روزنامه‌نگار و کارمندان بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه به یک معرکه بین المللی تبدیل یافته است و شمار زیادی از خبرنگاران از حق کار محروم گشته، عین حال به تعداد دیگری نیز آن تهدید می‌کند. امکان دارد پس از 1 نوامبر شمار عمومی بیکارماندگان به 18 نفر برسد. پیشتر روز 9 اکتبر در نامه هیئت مشاوره مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا آن را به نمایندگی از دموکرات‌ها آدم چیف و جمهوری خواهان استیو چابات امضا کردند با اظهار نگرانی که اجازتنامه کار و یا اکریدیتاسیون همچون مانع و تلاش برای تاثیر رساندن به فعالیت مستقل روزنامه‌نگاران رادیو آزادی استفاده می شود. آنها دعوت کردند که به کارمندان بخش زودتر اجازه کار داده شود. مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان برنامه‌های پیوسته درباره دادن اجازه کار به خبرنگاران رادیو آزادی تا به حال پاسخ ندادند. یک مرکز تحقیقاتی استرالیا میگوید هیئت از گروه طالبان برای شرکت در مذاکرات بین الافغانی در روز 28 اکتبر به چین سفر کرده است. سازمان فورین بریف گفت که سازش آتش با امکان پایان دادن به جنگ 18 ساله در افغانستان در این مذاکرات بررسی می شود. در مذاکرات چهره‌ها و سیاستمداران شناخته افغان شرکت می‌کردند. عین مذاکرات امریکا با طالبان که 1 سال ادامه کرد ماه گذشته قطع شد چون دونالد ترامپ گفت که این مذاکرات مرده است. سهیل شاهین یکی از سخنگویان طالبان در گذشته به رادیو آزادی گفته بود که چین هیئت را برای شرکت در مکالمه بین الافغانی دعوت کرده است. در برابر امریکا، چین و پاکستان و روسیه هم کوشش داشتند طرف‌های مناقشه در افغانستان را به هم آورده و آشتی بدهند. نمایندگان امریکا و پاکستان، چین و روسیه روز 25 اکتبر در مسکو جمع آمده و از جمله درباره از سر گرفتن مذاکرات مستقیم امریکا با طالبان گفتگو کردند. تحقیقات کنگره ایالات متحده آمریکا درباره احتمال رأی عدم اعتماد به رئیس جمهور دونالد ترامپ این هفته به داخل کاخ سفید تمرکز می‌کند. 3 کمیته مجلس نمایندگان آمریکا سعی دارند 3 مقام فعلی و سابق شورای امنیت ملی در حضور آنها و با دادن سوگند درباره عملکردهای رئیس جمهور بیانات بدهند. یکی از مهمترین مقام‌ها تیم موریسون، مشاور ارشد دونالد ترامپ در امور روسیه و اروپا است. قرار است او روز 31 اکتبر در پس درهای بسته در حضور وکیلان مردمی صحبت کند. تیم موریسون اولین مقام کاخ سفید می شود که در جریان تحقیقات عملکردهای دونالد ترامپ گزارش می دهد که او تا کجا از مقامش برای هدفهای خصوصی و سیاسی سوء استفاده کرده است. تیم موریسون همچنین از آن مقام‌های رسمی است که ضمن مکالمه تلفنی دونالد ترامپ با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در روز 25 ایول حضور داشته است. در این مکالمه دونالد ترامپ و از زلنسکی خواسته است که عملکردهای جو بایدن رقم احتمالی ترامپ در انتخابات آینده رئیس جمهوری را تفتیش کند. ویلیام تیلر، یک دیپلماتی بلندپایه آمریکا در اوکراین، روز 22 اکتبر ضمن صحبت با وکیلان مردمی گفت که رئیس جمهور اختصاص 400 میلیون دلار کمک نظامی به اوکراین را به تأخیر انداخته و از او خواسته است برای تحقیق فعالیت‌های جو بایدن مساعدت کند. بینندگان عزیز، در پایان این نشر خبر با درخواست شما همچنان نظر داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان طبق قرب اسعار خارجی که بانک ملی برای امروز تعیین کرده است. 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 69 درم، 1 یورو واحدی پول اتحاد اروپا 10 سومانی و 76 درم و 1000 روبل روسی 151 سومانی ارزش دارد. اینجا رسیدیم به پایان این نشر نوید بامدادی. برنامه‌های نو و جالب ما دوام روز تقدیم شما می‌شوند. ما را همراهی کنید.